یکی از کوچه‌های قدیمی، کوچه‌هایی که قدامت خیلی ها زیاد داره که تقریبا از دوران زمان تیمورشاه تا به امروز این کوچه که به نام کوچه حلبی سازی یاد میشه. شما کوچه حلبی سازی هم تقریبا شاید از 100 سال پیش یا زیاد قدامت داره. علیرضا خان و علی مردان هر دو برادرها بودن. کی علیرضا خان بود و طرف علی مردان بود. این میخونه. میخونه دیگه. چقدر قدامت داشته باشه؟ والله تا پدرمشان بود 100 سال بوده باشه، خب مگم نو جورش کردن این وقت یک دکان دیگه. استاد ساربان بود، استاد سرهنگ اینجا خانه بود. بله سر. صوفی صاحب اشقری همینجا خانه بود. دنی پشتر ما. ایدری وجودی همینجا بود. که نمیاله مردم از خارج نه پیش از او چیز نه او آثار از او شیریخ پزی مانده. برنامه قالبی جور میکنن که در تمام کره زمین نبود. این همینجا مردم کابل بیخی قدیم گم است. نیستن. نیست. آن هر کس که باشد میگه ما از کابل هستیم، مگم بگو که امی کابل تاریخچه رقم از کس گفتن خبر نداره که یک دانه نان بچه‌ام بیار او را به بسیار ادب دمی دستمال میپیچاندیم، بازو را میگرفتیم به بسیار حال در کراچی نان از این سوسی میبرن از این سوسی. اینمی به قدری است که ما بزرگای ما که یک 20 دفعه خب بسم الله الله میگفت تا که باش که اون چیز نباشه. حال بیادر دستای ناششته خمیر میشه، دستای ناششته بیادر ایسه که در نانوایی پخته میشه. چیز نمانده. یک وقت میگفتیم من 50 سال هستم، مردم ازش میترسید. من خودم مال 65 سال هستم، مردم کس نمیترسن، نه در خانه سیاست داریم نه چی که ما مانده میشون به مدل خودشان که خودشان پانتون آدمگری کابل بود. جنگلی مفتاد علی حساب از خانه میامد، دو نفر سفید میگفت جنگلی تا اینجا نپوته تا نو کوچ میامد. یعنی جایش دقیق جایش میکرد، از همونجا بلدیه بود، چارواله نبود، اونمو بلدیه جمع میکرد. حال خرمن میشه این چاروال هم ایران مونده که حال از کجا را زودتر جمع کنه. از کوچه ها و پس کوچه ها، کابل امروز نه، کابل دیروز، کابل که خاکش قصه میگه. سلام بینندگان عزیزم، خوش آمدین به برنامه جدید ما، برنامه کابل قدیم. در این برنامه قرار است تا از قصه های کابل قدیم، از فرهنگ و محبت هایی که در پس کوچه های کاگلی کابل نهفته است براتان صحبت داشته باشیم. در این برنامه قرار است که از قصه های براتان یاد کنیم که شاید سالهای دیرین ازشان میگذره و جوانانی که بیننده برنامه ما هستند مطمئنا برشان خوشایند می باشد، چون کابل از جمله شهرهایی است که در هر نقطهش قصه های زیاد نهفته است و ما امروز آمدیم به یکی از کوچه های قدیمی، کوچه هایی که قدامت خیلی ها زیاد داره که تقریبا از دوران زمان تیمورشاه تا به امروز این کوچه که به نام کوچه حلبی سازی یاد میشه. شما سر صدا رو میبینید که در 4 طرف ما دکان‌های حلبی سازی است که تمام اینا هنوز هم فعالیت دارند، گرچه در این اواخر فعالیت‌هایشان نسبتاً کم شده، چون در هر گوشه کابل حلبی سازی ها هست، ولی باز هم جایی که قدامت داشته باشه و اصالت بهش باشه ارزش خودم می داشته باشه. عزیزای دلم بیننده برنامه ما باشیم، البته برنامه کابل قدیم که انشاءالله صحبت ها را با مردای قدیم و با فرهنگ های قدیمی کابل می داشته باشیم. ما را همراهی کنین و لایک و سابسکرایب کنین. وطندارای خوب و مهربانم، بیننده برنامه کابل قدیم هستین و ما در کوچه حلبی سازی واقع شور بازار کابل هستیم که صحبت ها را می داشته باشیم برای هموطنای ما. برادر عزیز ما با ما هستن. سلام علیکم. سلام علیکم. خوب هستین ان شاء الله؟ تشکر، زنده باشین. شما خوب هستین؟ زنده باشین. اسم مبارکتان؟ حسیب الله رحمتی هستم. حسیب الله جان،
چقدر وقت میشه که در این کوچه خودت مصروف کار هستی یا خانه تان هم اینجا؟ بله صاحب، خانه هم می کوچه رضاخان می باشد دیگه، از بابا و پدرکلان هم اینجا هستیم. ماشاءالله. و دیگه می کوچه رضاخان هست اینجا. بودو باش میکردیم کارم دیگه تقریبا 20 سال هست اینجا کار میکنیم از خود ترکی. بسیار خوب. خودت گفتی کوچه رضاخان، حتما نام دومشه. بله علی رضاخان دیگه. همین کوچه هم مسماز دیگه دمون از مسابقه. هم کوچه علوی سازی برش میگن. بله صاحب، همین کوچه علوی سازی هم تقریبا شاید از 100 سال پیش یا زیاد همین ادامت داره. علی رضا خان و علی مردان هر دو برادرها بودن. کی علی رضا خان بود و طرف علی مردان بود. باغ علی مردان که میگن. بسیار عالی، بسیار عالی. بمون نام مسما. بمون نام مسما شده از مسابقه تا فعلا. خودت گرچه از حال هستی قدر سن نداری، ولی میشه بر ما بگویی که از زمان که یادت میایه تغییرات آمده در این کوچه یا نه؟ همون خانه‌های کاگلی است و همون قدامت داره؟ ولک 50% تغییرات آمده. خانه‌های سابقان بوده، مردمای سابقش بسیاریش نیستن، اکثریتش مردمای سابق هستن، همیشه خودشان خارج می باشن. مثلا ساربان صاحب بودن دیگه بزرگان اینجا زندگی میکردن. بیشتر فکر کنم مردم اصیل کابل در این منطقه. بله صاحب، همینجا بودن، همگیشان همینجا بوده باش میکردن، زندگی میکردن. از من خانه بابا کلانم بوده که میونه فعلا این میخوانه دیگه. چقدر قدامت داشته باشه؟ والله تا پدرمشان بود 100 سال بوده باشه، خب مگم نو جورش کردن این وقت یک دو دکان دیگه. خودت هم همیشه کار علوی سازی؟ بله ها صاحب، همین دکانم هستم، میگه کار میکنیم، علوی سازی میکنیم. کسب پدری از دیگه؟ بله صاحب، درسام خوانده، مکتبم چون شرایط فرق کرد دیگه میگم. خدا را شکر که همون یک کسب و کار است که یک لقمه نان حلال پیدا مصروف هستیم، از با شکر میکنیم، صبح میریم شام میریم، روزی دست الله هر چی که مقرر کرده باشه و تمام رضایت داریم. چطور از باز کاروبار؟ خوب است دیگه، کارا عموما در مشکلات همگی مشکل کار داره دیگه، تا نیست که ما بگیم مگم روزی رسان الله پاک است میرسانه. قبلا که من فکر میکنم در مسابقه فقط این یک کوچه بود که کار علوی سازی در صورت میگرفت که همین کوچه بود، ولی حالا در 4 طرف کابل زیاد شده. اونمو شاید تاثیرات داشته باشه. بله صاحب، نفوس هم زیاد شده. اگه همین اولین کوچه علی رضاخان علوی سازی از مسابقه اینجا بود دیگه، حالا فعلا در گوشه و کنال علوی سازی شده، اطرافا در نقطه ولایت دیگه نایا در نایا علوی ساز است دیگه. بازم اینجا مردم زیادتر من هر چیز میخرن. خوب است، بسیار عالی. بر ما ایره بود که خودت از جوانای هستی که تغییرات دوست داری یا مو چیزای سابق کابل قدیم دوست داری؟ نه دیگه، چون تغییر کردم میره هر چیز تغییر میگم پیشای نوشه و تغییر کنیم دیگه. تو نمیشه که در نقطه بانیم پیشرفت کنیم خوبتر. پیشرفت خوب است، ولی من فکر نکنم که باز به اندازه‌ای که محبت در این کوچه‌های قدیمی زیاد بوده حالا محبت با متر دقیقاً ولی متر حقیقت است فرق کردم. کدام گفتنی داری حسیب بودم؟ گفتنی خاص ندارم دیگه، جور آرام صحتمند باشین. زنده باشی، بخیر باشی بیادرم. تشکر، سلامت باشی.
عزیزم، قسمی که بیننده کابل قدیم هستین، در کوچه حلبی سازی قرار داریم و ما دنبال کسی بودیم که از قصه های قدیم بر ما بگویند. خوشبختانه که پیدایشان کردیم. استاد کریم عزیز، سلام علیکم استاد. السلام علیکم استاد. بسیار خوب هستین؟ صحتمند؟ فضل خدا شکر. بسیار خوش آمدید در کوچه علیرضا خان قدیم، کابل قدیم، همیشه به نام مشهور به کابل قدیم، کوچه علیرضا خان. اینجا دیگه ما از چی از این بجا بگویم، از محبتش بگویم. از سر کوچه که ما پرسان کردیم استاد کریم به خاطر شما، چون یکی از مردای قدیم از این کوچه هستیم. هنوز ما قدیمی نیستیم، قدیمی های ما هست، خب فعلا دسترس نیستن. اگر نه از ما هم که قدیمی تر هم میجا هستن، منتها بازم به خاطر از اینکه وطندارای ما درباره از این کوچه بفهمن، به عنعنات قدیم از این کوچه آشنایی پیدا کنن. به خاطر از همین ما یک چند کلمه که یاد داریم، چیزی که سرگذشت ما براتون بیان میکنیم. واقعا شما را خیر و برکت، عمر دراز نصیب کنه. پیش آمده با ما. خب بر ما ایره بگوین که کوچه علوی سازی چقدر قدامت داره، کدام وطندارای ما اینجا بودن، زندگی میکردن، چقدر تغییرات آمده از سالهای قبل؟ سابق که بود این از 1.5-200 سال پیشی کوچه بود. کوچه به نام کوچه علیرضا خان بود. اینجا دکتر سفریل خان بود، اینجا استاد ساروان بود، استاد سرهنگ اینجا خانه بود. بله سر صوفی صاحب اشقری همینجا خانه بود، دنی پشتر ما. ایدری وجودی همینجا بود، همینجا بودن به خاطر از اینکه یا شاعرای ما بودن، ادبیات ما بودن، همو تاریخچه کابل در دست از ما بود و به خاطر از این اینجا ماجرا فرهنگ و ادبیات کابل دمیجا جمع شده بود. دمیجا جمع بود. از دمیجا تا به زیر شفاخانه ابن سینا ایسو تا بالسار، اینمی کابل قدیم بود. بعد از سالا بعد از این دیغوانان که میشد به جمع ده میشد، سر زیرزمینی به جمع ده میشد. اصل مرکز مربوط 14 میشدن. هر مرکز کابل اینمیجا بود. خدا ببخشه بزرگای ما را میگفت ناف کابل. مگه اینمی ناف کابل بود که نمیشه مردم ادب داشت، تربیت داشت، تعلیم داشت، کلش مامور دولت بود، کلش قلم مخصوصای امان الله خان بود، از ظاهر خان بود، از بلندپایه دولت بود، کلگیشان. اینمیجا این کابل دیگه باز این کوچه باز به حساب مهمان نوازی، به حساب از این یک شیریخ‌پزی داشت 50 سال پیش که اینمی مردم از خارج نه پیش از او چیز نه او آثار از او شیریخ‌پزی مانده به نام قالبی جور میکنن که در تمام کره زمین نبود و کره زمین نبود. مگه اینمیجا مردم امی هنرمندای ما، امی وزیرای ما، امی رئیسای ما، اینمیجا سرک پخته نبود، خامه بود او پاشی میشد. اینمیجا مردم میامد سلام اینمیجا مردم میامد شیریخ خودم میخوردن، دلک خدا یخ میکردن، مگر آمدن از این کوچه. شیریخ هم دیگه شیریخ بود که تا امروز نظیرش در افغانستان نیست، در دنیا نیست، باز خصوص به اینجا دیگه. این کوچه ادبیات بود، کوچه ادبیات بود، کوچه ازی بود که اینمیجا ما از وردک داریم، از برادرای اهل تشیع داریم، از برادرای پشتون خوست ما داریم، از خود کابل داریم. مگه منمت بودن که در جماعت میرفتن دنمی کوچه، زیادترین ماجد دنمی کوچه است. و ماجد که میشد در رمضان که میشد یک چی یک محبت بود، یک بشقابک سبزی هم که پخته میکرد، یکی به دیگه همسایگی میکرد. حال در پالی همسایش سیر است و دیگهش گشنه است کس والا که در قصهش باشه. او در ادب کابل ادب بود دیگه. حال دیگه تراکم نفوس است و نام خدا از اطراف ما آمدن همیجا. اینجا در کلگی جاده، اینمی جاده بود، جاده دالمان بود، بس خلا جاده میوان بود دیگه. جاده نداشتیم در کابل. مگه اینمی جاده در 2 ساعت میشید یک موتر یک گادی تیر نمیشد. حال نام خدا پس کوچای ما از موتر لای شکر و فرنگ ما زیاد شده، نام خدا کمی بیادر موتر است. همین شکر کلگی وضع اقتصادش خوب است که یک موترک داره. مگه اونمون موتر هر نفره که ببینی امیال صبح او از مردم از اطراف که می آمدن کتی گلا برویتان مرکبی گپا می آمدن. حال شکر کلشان در موتر نه
اینمیجا مردم کابل بیخی قدیم گم است نیستن نیست. آن هر کس که باشد میگه ما از کابل هستیم، مگم بگو که امی کابل تاریخچه شده کم از کس گفتن خبر نداره. خبر نداره. میگه مو اتفاق اتحاد هم زیاد بود. اتفاق ما پیشتر هم عرض کردم به خاطر از اینکه از وردک ما داشتیم همیشه همسایه ما از وردک بود، از قندار بود، از خوست بود، از برادرای اهل تشیع ما بود. کلی یا یک رقم میشد، یک کلان که نبرآمد یک کلان خردریزه از پیش روش تیر شده نمیتونه. باز قمانده میکرد میگه بچه‌م بگیریم کاغذای بغل خانه تان، این کوچه سمت نبود گل بود او پاشی میکردن این میره پاک میکردن، همین که تیر میشدی گلاب بود، همین کوچه خوشبو میداد. حالا دیگه ما چی بگوییم دیگه، هیچ گفتن نمیتونیم. مگم ما جوانایی که قصه رو میشنویم واقعا حسرت به دل ما میمونه. خوش به حال شما که در اون زمان بودیم. امیر فهیم از باب چیز است، این خوشبختی است. مگم حالا که ما میدونیم رنج میبریم. یک روی سفید یک جای استاد می بود، یک جای استاد می بود. ما بچهای بسیار جوان بودیم، از پیشرویش تیر شده نمیتونست، از پیشروی روی سفیدا تیر شده نمیتونست مزایا. مگم حال بچگکای خود از تیر میشه، کلانا را حتی یک سلام نمیتونه. فرهنگ مردم کابل بیخی زیر پای شده. فرهنگ هم وقت میگفتن که خانه ها خامه بود ولی دلا پخته بود. دلا پخته بود. هیچ خانه کانکریتی در این کوچه نبود. کلش بلند منزل، 3 منزل 4 منزل بود. از سنگ کتی 4 تا چوب، یک 2 تا میخ و استاد بود. زلزله میشد به مقامت تاثیر هم نمیکرد. کاغلش 4 سال بعد 5 سال بعد کاغل میکردن، همین کاغلش بود. خانه هم سرد می بود، در باد سرد می بود، در زمستان گرم می بود. هیچ حال در خانه که میشینید در بار از دست گرمی شکر برآمده. پیش همین نانای خاصه بود، یک مادر ما را خدا ببخشه کلانای ما را یک چادرک سفید میداد که یک دانه نان بچه‌م بیار او را به بسیار عدد دمی دستمال میپیچاندیم، بازو را میگرفتیم به بسیار ما. حال در کراچی نان از این سوسی میبرن، از این سوسی اینمی به قدری است که بزرگای ما که از بین رفتن دیگه مو فرنگ هم کتی خود بردن دیگه. برکت هم بردن. یک بوجی آرد که یک سیاسر از کندوی خود میکشید، یک 20 دفعه خود بسم الله و الله میگفت تا که باش که اون چیز نباشه. آل بیادر دستای ناششته خمیر میشه، دستای ناششته بیادر ایسه که در نانبایی پخته میشه. گفته هم برکت کلگیشه ختم کردن. هیچ برکت هیچ چیز نمانده. یک وقت میگفتیم من 50 سال هستم، مردم ازش میترسید. من خودم مال 65 سال هستم، مردم کس نمیترسن، نه در خانه سیاست داریم نه چی که ما مانده میشون به مدل خودشان که خودشان پانتون آدمگری کابل بود. باید دستیجه که می آمدن، دستگری که می آمدن، مردم از اینجا که به اطراف می رفتن، کلان یک همو قریه‌دار همو جای میشد، وطن خود میشد. به خاطر ازی میگفتن باش که مردم دستگری سابق که بود از قندار در هرات میوردن، از هرات در کابل، از کابل در قندار میوردن، از فرنگش خبر باشه، از همو عنعناتشان خبر شود. حال دیگه او گپا نیست، کلگی نام خدا در کابل جمع شده، پیسه و بلند منزل دلار است. حال هیچ برای کابلی جای نیست. معلوم نیست که از کابل است که نیست. استاد بزرگوار مگم خوش به حالتان، بهترین دوره جوانی را گذاشتندین. خوب دوره را در جنگ تولد شده، جنگ خو نبود، همین نوجوانی های ما در جنگ تولد شده، این پیریم هم در جنگ تیر میشه. منتها امنیت خوب برخوردار بودیم، خوب امنیت بود، خوب دوره بود. حتی ما در این کوچه همسایگی های ما یکیش که مریض میشد، یکیش که مریض میشد. علل حساب تا که مردا از این میامد، همین مریض از این طفل از این در شفاخانه میبردن، تداویش میکردن تا که همسایه دیگه خبر میشد، برش نان میکردن، او میکردن، میگه باش که مریض داره. یا خدا ناخواسته در یک خانه اینجا مرد میامد، 40 روز خانه همسایت نه رادیو و در تلویزیون گپا نبود، رادیو را سویچ نمیکردن که در خانه فلانی خان جنازه شده. مگم حال در این کوچه توی، در اون کوچه مرده. هیچ حال دیگه از این فکر نمیکنی که یک روز آماده باشه یا روز بوده باشه. ما خوب دوره را تیر کنیم، مگم بازم او در قصه آینده خود کس نبود، در قصه پیسه خود نبود. در یک خانه 13 نفر خواب میکرد، استراحت میکرد. حال هر خانه خواهشاتش، هر بچه خواهشاتش زیادتر است، از دختر زیادتر است.
به خاطر از اینکه میگه من خانه ملایده باشد، تلویزیون اینطور باشه، محترم اینطور باشه، اینطور خواهشات نفسانی ما بسیار بالا یک قدر بالا رفته که به حد اندازه ما در 10 سال یک پرده خریدن نمیتونستیم، چون که وضع اقتصاد بود ضعیف بود، کاروبار و قدر نبود. حالا که کاروبار است باز خواهشات نفسانی ما به حد زیاد است. حالا توشک شوه، ولی موتر شوه، ولی موتر بالا شوه، حالا بلاک شوه، وی گپا شوه. اینمی گپا ما را از فرهنگ کابلی بودن ما پس ماند، از فرهنگ اسلامیان ما را پس ماند، از فرهنگ اجتماعیان پس ماند. مهر و محبت هم از دلاره، از کلگیش از دلار رفته. یه بعض از بزرگای ما هستن که تغییرات دوست دارن، مثلا این خانه و گپایی که نو جور میشه آباد میشه دوست دارن، ولی هستن کسایی که هنوز هم عاشق همون خانه کاگلی هستن، همون خانه خود اعلان نمیتن و دوست دارن. شما از کدام طبقه هستید؟ ما منمو خانه خود دوست داریم، مگم شرایط قسم آمده کال دنمو خانه گلی پرده نمیشه، به خاطر از اینکه تعداد نفوس زیاد میشه. اینجا کل اولیای از زمین نیم بسوه، یک بسوه، 2 بسوه بالا نه. حالی که مردم میرن با رئیسانای اطراف میرن، مثلا سن علاودین میرن، سن کارت نو میرن، سن کارت 3 میرن، اولیای یک جریبه میبنن. کلگی افسوس میکنه که والا ما مامت یک گولی داشته باشیم، ما مامت یک خانه داشته باشیم، گلکاری باشه، چیز به حساب وقت زمان فرق میکنه. حالا دیگه وقت زمان بسیار فرق کرده، به خاطر از این کلگی روشن فکر شده. او سابق نبود، اگر سابق یک نفر کار میکرد 10 نفر میخورد نمیگفت که چیه. حالا 10 نفر کار میکنه، 1 نفر سیاست رو نام دادن، کارم زیاد میکنه، از او آده کده حال زیاد کار میکنه، مگم آیدش نیست، برکتش نیست. اگر برکت باشه هیچ گپ نیست. گفتم سابق که بود هیچ تو خواهشات نفسانی نبود، خواهشات دنیایی نبود، خواهشات چیز نبود که ما میرفتیم میگفتیم برای ما تو باشه. یک آدم که کوچکشی میکرد یا عروسی میکرد، یک آدم دیگر کلاه خدا میگرفت در سرش میباند، میگفت باش که این اوتو سر فشار نبر. حالا که بعد رو بیچاره بدبخت است میره در هتل در زرگری و در اینجا که میره اطلاع یارو میخره، 1 نفر خبرش میکنیم 13 نفر میره در چوکی میشنه. این پیسه را از کجا میکنه؟ او وقتی که ببره از هتل یا موترش گرو میمانه یا تا عمل سیاستش گرو میمانه یا طلاش گرو میمانه. اینم ما فرنگ نداریم که ما را 2 نفر خبر کردم 2 نفر در معامله بره. او وادا فقط که اولین هتل پلازا جور شده بود که ما 10 ساله بچه بودیم، دینمیجا ما دعوت بودیم تا 10 ساله ما مادرم تا اونجا بردیم، از پشت هتل پس آمدیم. او وادا خود ما داخل نرفتیم به خاطر از اینکه بدون اطفال خدمه گفتم. حالا که خود ما رفتیم باز 1-4 تا رفیق خودم میبریم، 1-4 تا دوست خودم بیا که ما را خبر کرده او برابر کارت خود نفر کجای از کابل قدیم بگویم. حالا که میبینیم دل ما داغ از او دل ما باغ و افتخار میکردیم در مردمت در کابل بودن خود، مگم حالا میبینیم داغ میشه. کثافات میبینی که نمیشه میگم یک روی سفید جدا میشه، یک روی سفید کلان استاد میشد، میگه بچه می کاغذها را جمع کنه، جارو میشد او پاشی میشد. اینمی کوچه خامان بود، مردم که از رئیسا و وزیرا و موینای ما که می آمدن اینجا شیریا خوردن میدینه که کوچه چه خوب پاک کوچه بود. مگم این حاله که سمت هم شده، حبیتات یک چیز کمک کرد، حالا حبیتات هم را خلاص شد. کلگش توتا کردن، این موتر باربریاز کسی تیر میشه، کلش توتا میکنه، کابل قدیم نمانده. متاسفانه این کثافات نمیریسه. از کجا بگویم از کثافاتش؟ واده یک جنگلی مفتاد علی حساب از خانه میامد، 2 نفر سفید میگفت جنگلی تا اینجا نپوته که نو کوچ میامد. یعنی جایش دقیق جایش میکرد، از همونجا بلدیه بود، چارواله نبود، اونمو بلدیه جمع میکرد. حال خرمن میشه این چاروال هم ایران مانده که حالا از کجا را زودتر جمع کنه و زودتر کجا کنه. حالا ما که جایی که کثافات مانده امور ما ادبش یاد نگرفتیم که بریم اونجا ادب یک نماز خواندن یاد نگرفتیم که در ماجد ما چی رقم بریم مولای ماجد تا چی رقم کتیب گپ بزنه. ادب یک ساعت نمیفهم، از مریضی را نمیفهم که ادب می مریضی چیه. همسایه ما مریض از خیر اگه هیچ چیز نداریم همین خبر خوشخبر بریم یک دفعه بگیریم. این گپا از کابل قدیم خلاص شده نمانده. خود مردم کابل جمع شده. خدا ببخشه مردم کابل صدیق سابقه و
خدا ببخشه کابل قدیم هم کابل قدیم فوت کرد، هیچ غیر آثارش مانده. جای تاسف است واقعا که. خب استاد کریم اگر من شاگرد شوم ده چقدر وقت یاد میگیرم علوی سازی؟ کوشش گپ است. اگر تو کوشش کنی در 6 ماه یاد میگیری. یک آدم است که 10 سال کار کنه کوشش نکنه کار را یاد گرفتن نمیکنه. بس کار سخت است یا آسان است؟ کار سخت است، عایدش کمه. حال دیگه مردم کوشش میکنه کار آسان باشه عایدش زیاد باشه. یه هم کار زور طلبی هم عایدش کمه. یک ذره خطر هم داره فکر کنم. خطر داره دیگه، دست بریدن داره، پای بریدن داره، اوگار شدن داره، گادر انداختن داره. دیگه پا امی صدایی که نمیال از دوستان میشنون تنگ در دیگه جای صدا باشه اعصاب آدم خراب میشه، ولی اینجا خوشم اومد. نمیشه که ما تنگنگ نمیشه که نان میخوریم گرمی باشه دنمی تنگ مرا خو میره استراحت میشه. اگر می تنگ نباشه خو هم نمیبره. ما گوشای ما عادت کرده. مثلا از 10 سالگی بعد 55 سال شد که ما ترنگس هم میشنیم، در خانه میشنیم، در اینجا میشنیم. خانه هم همیجا دیگه. خانه هم همیجا بود. حالا ما انتقال دادیم به خاطر می ترنگس و به خاطر اینی که اولادا گفت نمیتونن طاقت کردن نواسا نمیتونن که ترنگس بردیم خانه را سن 4 زیارت هاست، زیارت خلیفه است. همون سود است. بسیار زیاد تشکر میکنم از خودت استاد عزیز. گپایت واقعا شیرین است و از این هم شیرین تر میشه. انشالله که فرهنگ ما اگر بر نمیگرده یک کم خوب است به اون طرف بره. اگر کوشش کنیم میشه. هر کار هیچ کار ناممکن نیست. مگم کوشش کنم که کوشش کنم میشه. خود شروع کنیم باید. ما که درون فامیل خود، بچه خود، نواسه خود ما ادب فرهنگ کابلی نشینی را یاد ندیم، او یاد نمیگیره. در مکتب هم هر چی که بگویش هیچ چیز گفته نمیتونم. چقدر استاد بگویش که این کارا نکن، پیپسی را در جای نپرتو، قطیره که پیپسی را در جای نپرتو، پلاستیک در جای نپرتو، این چیز چتل دست نزن که میکروب میگیره مریض میشه. این نمیگه پاس. بسیار زیاد تشکر میکنم. بسیار خوش آمده. زنده باشین. شروع غریبانه داریم صد میتونیم داریم. و کتم شاگردا یک جای. بسیار زیاد تشکر. زنده باشین. تشکر. وطندارای خوب مهربان، قصه های ما ادامه داره در کوچه قدیم کابل، کوچه علوی سازی. و واقعا قصه هایی که از استاد کریم شنیدیم یک حسرت به دل ما جوانا میمونه که ای کاش در زمان ما هم قدر محبت، هم قدر فرهنگ و ادب می بود. ولی هنوزم انشالله میتونیم که داشته باشیم و از خود شروع کنیم. همون محبت های قدیم کابل زنده بسازیم، همون فرهنگ هایی که بوده اونا را زنده نگه داریم در خانه خود، در جامعه کوچک خود ما، که انشالله به جامعه بزرگ ما که کشور یا شهر ماست برسه. شما از بیننده برنامه باشین، صحبت ها را می داشته باشیم انشالله با یکی از بزرگای دیگه. وطندارای عزیزم، کوچه علوی سازی سر تا آخرش تمامش قصه کابل قدیم است.
قصه فرهنگ ماست و قصه محبت‌های قدیم است. من کوشش میکنم تا صحبت‌های بیشتر داشته باشم با هموطنای ما، بزرگای ما، تا از این قصه ها ما و شما جوانان مستفید شویم. اینجا یکی از بزرگای ما هستن. سلام علیکم کاکا جان. خیر ببینید، تشکر. خوب هستین ان شاء الله؟ چطور است؟ خوب است. سلامت باشید. شما بشینین کارتون انجام بدین. من برایتون صحبت میکنم. اسم مبارکتون چیه؟ مادام نه خب بخش کار ماهیگری است. های عربی سازی نیستنی تو از این اول چیزای چخور می. این چی است کاکا جان؟ کرایی برای چپ. کرایی است. بسیار خوب. جولیان برای چپ است. این چیزای کاهنگر هستن دیگه اونا تولید میکنن. چه فرق داره عربی سازی با اینگری؟ ولی تفاوت داره. این ثقیل است و خفیف است. اینگری کار ثقیل است دیگه. این در وزنکاری زدن است. نیست که چخور میکردم که میدیدم که چه رقم چخور میکنم. فکر کنم ما این او میکنین شما. آواره براتون میده که پای خود چخور میکنم. من میتونم توسط پایم شد. سوختگی و گپا داره یا نه؟ چی؟ سوختگی و گپا داغ میباشه. نه کاری دست است. هیچ چیزی ما دیگه چیز نبرم که دستگاه میگم. چقدر وقت میشه که در این کوچه علوی سازی؟ والا 40 سال 45 سال 55 سال هستم. از 2 سالگی شاگرد بودم تا فعلا 45 سال میشه. قصه دارین برای ما از علوی سازی و کوچه علوی سازی، از کابل قدیم، مردمای قدیم ما؟ از مردم قدیم کامو بچه استاد سوربان بود، سابقه هست همونی تبیدم سابقه هست. خود ما 35 سال همیده سابقه دارم. یک جای نامیست کوچه رضاخان بهترین یک چیریخ بالا داشت، کالوده داشت، مردم ها می آمد. سامنک و علیمشان بسیار نام داشت. در چیز کلپزی داشت و پیشتر نیکوب و بیچاری کسا میشناسه جای نامیسته. امینان چی میگن، نان کاریگری باز یک مزه خاص خودم می داشته. چیز واضح است. ولی من اینجا که کار میکنم دیگر اون پیسه چه سودا میبرم و زن اولاد میگه که بسیار مزه میشه، ازش خوشی میکنن. خود است مولاباران از بجس نیست و بسیار زحمت پیدا میشه. عربی سازی هم از عربی سازی قدر ثقیل نیست. آهنگری ثقیل است، کلگی میفهمه. هر کارم سختی خود داره. چیه؟ گفتم هر کارم سختی خود داره. هر کار از باز آهنگری ثقیل تر است. شاگردایتان هم حتما نظیر دستتان دیگه. گپ زنده باشه. بسیار تشکر میکنم. خیلی ببینید، زنده باشید. سلامت باشین. تشکر. بیننده‌های عزیز، ان شاء الله صحبت‌های ما ادامه داره. ما را همراهی کنید. بیننده‌های عزیز، هموطن ما با ما هستن. سلام علیکم. سلام علیکم. خوب هستین صحتمند؟ الحمدلله. زنده باشید. اسم مبارکتان؟ فهیم هستم، باشنده‌ی شهر. از کابل هستین دیگه؟ بله بله. اینجا دکان دارین در کوچه علوی سازی؟ بله، کوچه علوی سازی. چقدر وقت میشه اینجا هستین؟ تولد پیدای ما اینجاست. ماشاءالله. پدر کلان هم دیگه؟ بله بله، همینجا دکان، همینجا خانه. کسبتان هم علوی سازی است؟ قبلا نجاری بود، فعلا علوی سازی. برای ما از قصه های کوچه علوی سازی از قدیمای شیگان چیز بگوین. زمان که شما طفل بودین چقدر تغییرات آمده تا امروز؟ قبلا همین کوچه نجارا زیاد بود، فعلا علوی سازا زیاد است. دیگه چیزای تاریخی زیاد است.
علمای بیشتر اینجا داشتیم، از هنرمندا کاروان خانش اینجا بود. دیگه می کوچه یگان تا که میگه علیرضا خان، یگان تا نمیفهمه که چطور نامش هست. یکی از کارمندای ریاست جمهوری بود که خانه شده اینجا بود، نامش علیرضا بود. بودمی کوچه و نام از اون مانده شد. و نام از اون مانده شد. بسیار عالی. شما امرای فامیل هم اینجا هستین یا خانه دیگه هستین؟ نام خدا الپیداد نفوذ زیاد شده، فعلا هم مدا خانه هم اینجا هست، حال تنهایی دو میشینیم. چقدر تفاوت داره این منطقه کابل با منطقه دیگه؟ والا منطقه کابل بسیار خوب است که میمون دوست آمد. فعلا نظر ولایت ها یا دمینجا جمع شده، بیروبارک زیاد هست. نام خدا خوب است، بسیار خوبی زیاد داره. تفاوت آمده دیگه؟ بله به حد اندازه. شما از کسایی هستین که دوستدار تغییرات جدید هستین یا نه؟ اما قدیمی ها را و مردم قدیم جای قدیمی را دوست دارین؟ والا قدیم هم دوست داریم، جای خدا داره، خاص است، اما رونق پیشرفت ما نظر به شرایط دوست داریم. نظر پیشتر صحبت ها را داشتیم امروز یکی از استادا در اینجا، اونا گفتن که یکی از کوچه هایی است که بسیار چیزای مشهور داشته، مثلا شیریخش بسیار مشهور بوده و یگان گپای دیگه. شما چیز در یادتان است کدام؟ 100%. بله شیریخ بسیار مشهور داشته. اینجا علیم فروشی فعلا هم هست و هم سابق هم همینجا بود. پکوری خاص داشتن، بسیار آدم های نیک داشتن. طبعا دیگه توریست های خارجی هم طبعا میایند در این کوچه؟ فعلا نه. فعلا نمیاد. قبلا می آمدن. دیدگاه اونا چگونه بود نظر به کوچه علوی سازی؟ فعلا فرض مثال افغانایی که میاین از دیر وقت از خارج که میاین حتما اینجا حاضر میشن، خاطرات دارن، هر کدامشان خاص دیگه، اما خارجی ها خودشان نمیاد. بسیار تشکر میکنم از شما، ببخشید که وقت نانتان آمد. مشکل نیست، زنده باشین. بخیر سلامت باشین، زنده باشین. تشکر. بیننده خوب نازنینم، بیننده اولین برنامه کابل قدیم از چینل خودتان پنجره افغانستان بودین و ما هم تلاش کردیم تا در این برنامه قصه ها و گفته های زیاد را از کابل قدیم براتان داشته باشیم، از مردمان بزرگ کابل و کسایی که از علم و فرهنگ بر ما قصه گفتن عزیزان. انشالله که این برنامه خوشتان آمده باشه. منتظر حمایت های شما هستم به خاطر برنامه بعدی و همچنان نظریات نیکتان بر ما بگوین که دوست دارین کدام مناطق کابل قدیم، کدام منطقه و مکانهای تاریخی را براتون به معرفی بگیریم و ازش برنامه داشته باشیم. بر ما حتما در کامنت بگوین، انشالله که ما رسیدگی میکنیم. و این بود برنامه امروز که تقدیمتان کردم عزیزان. لایک و سابسکرایب فراموش نکنین تا یک برنامه دیگر از یک مکان تاریخی کابل. شما انتظار به خداوند یکتا هم تا میسپارم. الله نگهدارتون.